سلام دوستان، پوزش میخوام از اینکه در تداوم برنامه‌ها تأخیری به وجود اومد. خب در ویدیوی قبلی ماکیاولی یک گفتیم که ماکیاولی اولین متفکر غربیه که پدیده قدرت رو به مثابه نیروی اجتماعی به قاعده فهم‌پذیری در میاره. گفتیم که او در زمانه‌ای چنین کاری میکنه که هنوز علوم انسانی و اجتماعی مدرن وجود ندارند و دستگاه معرفتی حاکم در زمانه او یعنی سده 16 میلادی تا حدود زیادی هنوز بر ارسطوگرایی و روش‌های اسکولاستیکی تحقیق استواره. برای ماکیاولی سرنوشت انسان چه در مقام فاعل مختار و چه در قامت شهریار در روند جدال دو نیروی فضیلت و اقبال همچون دو نیروی اصلی جامعه انسانی تعیین و بازنویسی میشن. دیدیم که تأکید او بر این بود که در جدال فضیلت و اقبال شهریار باید با تمام توان وظیفه حفظ، تحکیم و قوی کردن قلمرو خودش رو در صدر سیاستهاش قرار بده و تو این راه اصل پیروزی بر دشمنان خودش رو در هر شرایطی و به هر وسیله‌ای که به صلاح کشورداریش باشه به پیش ببره. اینجا در ویدیوی دوم بحث اهمیت و عواقب نظریه قدرت ماکیاولی رو در سیر اندیشه سیاسی غرب و در بطن رویدادهای سده‌های 18 و 19 میلادی جامعه اروپایی دنبال می‌کنیم. اجازه بدید تا با ماکیاولی به یک سفر تاریخی بریم. ماکیاولی به واقع دو بار و در یک فاصله زمانی 2 قرن و اندی در صحنه سیاست و اندیشه اروپایی ظهور میکنه. یک بار در کشور و زمانه خودش یعنی ایتالیا و در نیمه اول سده 16 میلادی و بار دوم در اواخر سده 18 و اوایل سده 19 در پهنه اروپا و به ویژه در آلمان. خب اولین پرسش بحث این باید باشه که چرا اروپای اواخر سده 18 مجبور میشه ماکیاولی رو بعد از گذشت بیش از 200 سال از مرگ او یک بار دیگه به میدان اندیشه سیاسی اروپایی احضار کنه. چه چیزی در اندیشه ماکیاولی وجود داره که با وجود گذشت بیش از 200 سال از عمر اون برای اروپای در آستانه مدرنیته هنوز جالب و قابل تأمله؟ برای فهمیدن موضوع باید به زمینه تاریخی اون رجوع کنیم. در سراسر سده 16 میلادی مسئله حکومت و روش‌های حکومت کردن در جوامع اروپایی به یک موضوع بسیار داغ و همه‌گیر تبدیل شده بود. دلیل این امر هم در بطن خود جامعه نهفته بود. جوامع اروپایی در این بره از زمان میدان بروز و خروش همزمان دو جنبش بزرگ سرنوشت ساز بودند. یکی جنبش فروپاشی ساختارهای فئودالی و شکل گرفتن دولت‌های بزرگ اداری و قلمرومند که خصلتی به شدت تمرکزگرا داشت و دیگری جنبشی بود با خصلتی کاملا متفاوت یعنی تمرکز گریز. این جنبش نهضت اصلاح دین بود که همزمان و دست در دست جنبش اول در سطح کل اروپا جریان داشت. یعنی از یک سو جنبش تمرکز دولتی و از سوی دیگه جنبش اختلافات مذهبی. هر دو با هم جوامع اروپایی رو طی می‌کردند. نهضت اصلاح دین که بنیادهای اندیشه‌ای خودش رو از جریان اعتراضات و انگیزش‌های انتقادی معنوی در صومعه‌ها و راهبخانه‌های مسیحی در خلال سده‌های گذشته برمی‌گرفت،
این پرسش مهم و اساسی رو در میان مردم رواج داده بود که ما چگونه الان و در همین جهان به سوی رستگاری هدایت معنوی بشیم، چگونه بر خود حکومت کنیم، چگونه بر ما حکومت بشود، حکومت چه کسی رو باید بپذیریم و تا چه حد باید بر ما حکومت بشه و چگونه. این جنبش‌ها به واقع بستری شدند برای تغییر سرشت قدرت در جوامع غربی و از همین رو تغییر نظام سیاسی از شکل سنتی حاکمیت sovereignty به شکل مدرن حکومت یا government. پس در چنین شرایطی بسیار طبیعی بود که پرسش حکومت یا هنر چگونه حکومت کردن در صدر تمام پرسش‌های مهم درون جامعه قرار بگیره. باید به خاطر بیاریم که در سده 16 میلادی مردم مفهوم حکومت و حکومت کردن رو در معنایی وسیع‌تر از آنچه ما امروز مد نظر داریم به کار می بردن. برای اونها منظور از حکومت تنها حکومت سیاسی نبود، بلکه مرادشون از مفهوم حکومت شامل عرصه‌های اجتماعی دیگه هم میشد. یعنی در بطن مفهوم حکومت کثرتی از معانی حکومت کردن وجود داشت، مثل حکومت بر خود یا نفس، حکومت بر خانواده، حکومت بر کودکان، حکومت ارشد صومعه بر صومعه، حکومت بر مجرمان، بینوایان یا دیوانگان و بالاخره حکومت بر قلمرو یا دولت. یکی از متفکران اوایل سده 17 یعنی فرانسوا دولاموت لوایه بر پایه گونه شناسی شکل‌های مختلف حکومت میگه اساساً 3 شکل از حکومت وجود داره که هر کدام به رشته‌ای خاص از علم تعلق دارن. اول حکومت بر خود که به حوزه اخلاق مربوطه. دوم حکومت کردن بایسته بر خانواده که به اقتصاد مربوط میشه. و سوم علم صحیح حکومت کردن بر دولت که در حوزه سیاست قرار میگیره. ایده و سازمان اجتماعی حکومت یا هنر حکومت کردن به واقع همچون جانشینی برای دستگاه سنتی حاکمیت به صحنه اومد. میدونید که ذیل شکل حاکمیت رابطه بین قدرت حاکم و اتباع جامعه رابطه‌ای تقریباً سرراست، بیرونی و مکانیکی. شخص حاکم یا قدرت حاکمه کاری با ذهنیت، روانشناسی و نظام رفتاری و معرفتی افراد جامعه نداره. به عبارتی نسبت رابطه اتباع با نظام قدرت نسبت و رابطه‌ای درونزا و پویا نیست. حاکم تنها مسئول فراهم کردن شرایط اولیه معاش اتباع، ایجاد نظم و امنیت تو جامعه و همچنین حراست کردن از مرز و بوم قلمرو خودش. اما هنر حکومت کردن به معنای دخالت دادن قدرت در پرورش تمام شئون زندگی افراد جامعه است. رابطه حکومت با اتباع جامعه رابطه‌ای پویا و درونزاست. تو چنین جامعه‌ای قدرت کارخانه آدمسازیه و هدف نهایی اون ساختن سوژه‌های انسانی معین. در مسیر این گذار از انگاره حاکمیت به هنر حکومت کردن، مسئله حکومت بر دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و به همین دلیل نظریه‌ای سیاسی تحت نام مصلحت دولت یا راجون دی استاتو به سرعت و به طور گسترده در ادبیات سیاسی کشورهای اروپایی جا باز کرد. این نظریه که ابتدا توسط نویسندگان ایتالیایی مطرح شد، خیلی زود به دیگر کشورهای غربی هم سرایت کرد و به عنوان یکی از مهمترین عناصر هنر حکمرانی نوین تا اواخر سده 18 در صحنه بحث و جدل متفکران و نویسندگان قاره اروپا در صدر لیست قرار داشت. درون مایه اصلی این نظریه بنا داشت تا به دستگاه دولت آنچنان روح و کیفیتی بده
که در میان همه ابزارهای سیاسی به مهمترین و اصلیترین وسیله حکمرانی تبدیل بشه. نظریه مصلحت دولت برای دستگاه دولت یک هستی مستقل قائل بود. به این معنا که دولت باید صاحب خودش باشه و از نیازها و ضرورتهای ذاتی خودش پیروی کنه. به عبارت دیگه طبق نظریه مصلحت دولت عقلانیت خاص خودش رو داره و وجود اون هم باید برخواسته از این عقلانیت خاص و مستقل از افراد باشه. طراحان این نظریه میگفتند راهبرد و مصلحت دولت تنها اینه که خودش رو مستحکم، ماندگار و قوی بکنه و در این راه نباید هیچ ملاحظه دیگری رو از سوی صاحبان منافع مختلف دخالت بده. حکمرانی بر اساس مصلحت دولت یا حکمرانی بر اساس عقلانیت خاص دولت، این پیام نهضتی بود که نزدیک به 200 سال در پهنه اروپا و میدان اندیشه سیاسی غرب یکتازی می‌کرد. در اواخر سده 18 اروپا در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برد. اندیشه‌های مدرن در بافت تاریخی مطرح می‌شدند که از یک طرف آبستن انقلابات فرانسه و امریکا بود و از طرف دیگه تحت تأثیر مسئله تمامیت ارضی ایتالیا و آلمان قرار داشت. تو این برهه موضوع رابطه سیاست با استراتژی بین‌المللی به یک مسئله حیاتی تبدیل شده بود. کشورهای اروپایی که سده‌ها در حال جنگ با همدیگه بودند در مقابل این راه قرار گرفتند که باید اهمیت سیاسی مناسبات نیروها و محاسبه این مناسبات رو به منزله اصل فهم پذیری و عقلانی سازی روابط بین المللی در دستور کار خودشون قرار بدن. این به این معنا بود که این کشورها الان مجبور بودند که به پدیده قدرت به مثابه نیرو نگاه کنند و اون رو همچون نیرو به کار بگیرن. در نتیجه بحث پیرامون برپایی یک حکومت مدرن که در مدار این عقلانی سازی روابط بین المللی حرکت کنه و در عین حال قادر باشه که از منافع ملی و تمامیت ارضی کشورها به خوبی دفاع کنه در مرکز توجه پیروان و متفکران جنبش مصلحت دولت قرار گرفت. در همین زمان در آلمان متفکرانی مثل رهبرگ، رانکه، لیو و کلرمان کتاب شهریار ماکیاولی رو ترجمه، تفسیر و منتشر کردند. ماکیاولی به این ترتیب یک بار دیگه در دهه‌های آخر سده 18 و در روند پیکربندی و شکل‌گیری مفهوم دولت مدرن در اروپا ظهور میکنه. به زودی شبح ماکیاولی بر جنبش مصلحت دولت سایه میندازه و در این جنبش موافقان و مخالفان او در برابر همدیگه صف‌آرایی میکنن. خب، جدال موافقان و مخالفان ماکیاولی حول بحث دولت بسیار جالب و قابل تأمله. شهریار ماکیاولی به ظاهر چیزی داره که هر دوی اونها خواهان اونند، اما با دو رویکرد متفاوت. خلاصه جوهر کتاب شهریار از زبان ماکیاولی چیزی نیست جز در صدر نشاندن عقلانیت خاص شهریار در روند حفظ، پایداری و مستحکم کردن قلمرو خودش. بنابر استدلال ماکیاولی، این چیرگی عقلانیت خاص شهریار بر دیگر منابع معنوی جامعه است که استقلال و اقتدار ایتالیا و سعادت مردمان اون رو به عنوان مصلحت واقعی کشور نمایندگی میکنه. حالا پس از 200 و اندی سال از تولد شهریار ماکیاولی، متفکران و پیروان هنر نوین حکمرانی در اروپا هم به این نتیجه رسیدند که به یک ابزار حکومتی نیاز دارند که دارای عقلانیت خاص خودش باشه و در روند فعالیتش
بی‌نیاز از راهبردهایی باشه که منابع الهیاتی، اخلاقی و یا فرهنگی به اون تحمیل میکنن. موافقان ماکیاولی استدلال میکردند که شهریار ماکیاولی الگوی مناسبی رو برای ایجاد چنین ابزاری در قالب یک دولت مدرن در اختیار ما قرار میده. اما مخالفان میگفتند ما در پی هنر نوین حکومت متمرکز بر دولت و مصلحت دولت هستیم که هم عقلانی و هم مشروعه و شهریار ماکیاولی صرفاً قرابتی ناقص با اون داره. البته اونها میدونستند که شهریار ماکیاولی از عقلانیت سیاسی پرده برمیداره که ذاتی هنر یا فن حکومت، یعنی عقلانیتی که هنر حکمرانی رو جز با اهداف و ضرورتهای سیاسی حکومت با چیز دیگری توجیه نمیکنه. مشکل اما اینجا بود که مخالفان ماکیاولی میخواستند از یک تلقی خاص از هنر حکومت فاصله بگیرن. تلقی که فاقد بنیانهای الهیاتی و توجیههای مذهبی بود. تو این دوره نوشتارهای زیادی در رد و تقبیح نظرات ماکیاولی در کشورهای مختلف به رشته تحریر در اومد. نکته بسیار جالب در تمام این نوشتارها این بود که شیوه استدلال نویسندگان اونها بر علیه ماکیاولی صرفاً سلبی و یا در جهت رد یک امر غیر قابل قبول نبود، بلکه اونها برای ارائه آنچه که به طور ایجابی میخواستند بگن به نوعی بازنمایی اندیشه ماکیاولی به شکل منفی نیاز داشتند. به این شکل که در تمام این ادبیات ضد ماکیاولی یک ماکیاولی رقیب ارائه یا بازسازی میشد که برای گفتن آنچه که باید گفت، یعنی طرح هنر نوین حکمرانی، به او نیاز بود. در مجموع میشه گفت که مخالفان ماکیاولی با تمام تفاسیری که ارائه میدادند هرگز نتونستند در بحث مصلحت و عقلانیت خاص دولت ماکیاولی رو به طور کامل دور بزنند. بالاخره تقدیر این بوده که او بنابر ضرورتهای تاریخی و معرفتی سده‌های 18 و 19 میلادی توسط متفکران زمانه به صحن اندیشه سیاسی اروپایی احضار و ماندگار بشه. اینجا لازم به ذکر که روشن کنیم با وجود اینکه سهم نظریه قدرت ماکیاولی و عصاره کتاب شهریار او در رشد و قوام گرفتن جنبش مصلحت دولت به هیچ وجه قابل اغماض و چشم پوشی نیست، اما این به این معنا هم نیست که ادعا کنیم ماکیاولی در سده 16 انگاره دولت مدرن رو پای ریزی کرده و یا اینکه کتاب شهریار او به شکلی هنر نوین حکمرانی رو ترسیم کرده. نه، ماکیاولی به هیچ وجه نمیتونسته تصوری از دولت مدرن به منزله ارگانی مستقل از شخص و شخصیت حاکم در کشور داشته باشه و هر آنچه که در کتاب شهریار درباره عقلانیت خاص کشورداری معرفی شده تماماً همچون بخشی از شخصیت و کاردانی شخص شهریار تبیین و مفصل بندی شده، در صورتی که درون مایه اصلی نظریه مصلحت دولت در طرح هنر نوین حکمرانی بر تکینگی و استقلال حیات دولت از افراد انسانی استواره. دولت در این طرح به تمام معنا یک ماشین حکمرانیه که توسط کس یا کسانی در مقام کارگزار به حرکت در میاد. دولت میتونه به تسخیر هر کسی در بیاد و همون کارکرد ذاتی خودش رو به اجرا بگذاره. ماکیاولی در خواب هم نمیتونسته چنین موجودی رو متصور باشه. اما آنچه در اینجا به ماکیاولی و سهم او در جان گرفتن جنبش مصلحت دولت برمیگرده دقیقاً طرح بدیع یک عقلانیت سیاسیه
که ماکیاولی اون رو خاص هنر حکمرانی و کشورداری ترسیم میکنه. اونچه که ماکیاولی به متفکران سده‌های 18 و 19 میلادی تقدیم کرد، طرح نوینیه که در اون یک ابزار حکومتی مثل دولت میتونه برای اولین بار عقلانیت و مصلحت خاص خودش رو داشته باشه و بر این مبنا کارکرد، اهداف و استراتژی خودش رو بدون تبعیت از منابع الهیاتی، فرهنگی و یا اخلاقی به پیش ببره. و تو این معنا باید بگیم که شبح ماکیاولی همین امروز هم کم یا زیاد بر سر دولت‌های ما سایه انداخته.